هر یک هنرمند راه خود را دارد. راه زندگی، راه فعالیت، راه هنر، خاطرات و البته محبت مردم. ما در نمایش خود درباره موسیقی، سفرها، خاطره‌ها و عکس‌های صحبت می‌کنیم که قصه های روزگار قهرمان را بازگو میکنند. و امروز مهمان ما هستند استاد مرادبک نصیرالدینов، هنرپیشه خلقی تاجیکستان و سراننده محبوب. این شماره نوبتی نمایش سفر کوتاه است. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. استاد، پیش از همه شما رو به استودیوی تلویزیون سیاهی و هنرهای مردمی خوش آمدید میگویم. من باور دارم که از همین دیدار شما، از چهره شما الکی بینندگان خیلی خوشحال میشند و البته باز گمان میکنم که صحبت شما طبع بینندگان رو باز هم شاد و خرسند میگرداند. ما امروز صحبت اساسی ما در موضوع سفرهای شما است، ولی این صحبت البته با طبعا میگرد با سرودهای شما، با موسیقی و البته با اون محصول ایجادی که امروز مقبولی هم بیننده است و هم شنونده. سلامت باشید. بیایید از آن سر کنیم که مثلا شما یک نفر جوان دهاتی مثلا چگونه به موسیقی محبت پیدا کردید و همین جاده رو پیشه کردید؟ من هنوز در مکتب میانه میخوندم. اون وقت صنفای تقریبا صنفای 8 یا 9 بوده. بعد در مکتب ما یک دسته هوسکاران، اینه که کروژک خود فعالیتی و به عنایت قاسم، یک معلم فیلولوژی ما درس میدادن، زبان ادبیات راهبری میکردن. من که کمتر شوقی همین سرودخوانی و همین صنعت در دلم جوش میزد. یک روز رفتم پیش نزد همین استاد، بگفتم که معلم شما من همین باید قبول میکنید دستی هوسکارا با گفتن که چرا نه؟ توی بابات حافظ بود. همین نام من مرادبک حافظ بودیم، لیکن اون کس سرودهای همین 6 مقام میخوندیم، 2 طرقتی و بسیار سفرهاشون طرفی همین سمرقند و نمنگان و اروتیپی و همین جا میشد. سفرشون میرفتیان و سفر میکردیان، یک چینیمچی می آوردیان، کوهستانی مچه اونجا به 4 طرف سنگ دیگه چی نساختیان. با همون تا بهار میده کرده خورده میگشتیان و بعد بار میشده گرمی باز میخیست میرفتیان. که بیا گفتن یک بار من تو را امتحان گیرم. بعد همون سال استاد جوربک مرادوف با سفری هنری مسجد اومدگی بودن، همونجا با کردن کنسرت دادن. با همین سرودی یکم سرودی که من گویا که من به وجد آورد، سرودهای استاد همه بود. شبت خوش باد من رفتم، شعر غزل عراقی. بعد همون خوندم و خوندم گفتن که ای تو آوازت نقص بوده کو، تو همه روز اعتبارا عزا. بعد ما در همین محفل های فرض کردیم که استادا جمع شدن 1 می فرض کردیم 7 نوامبر ایدها و ما همون اشتراکچیانی همون چیز بعد سرودخوانی میکردیم. بعد جای ما پختکاری بود، مادرم در پخته کار میکردن، در مچوی نو پخته کار میکردن. بعد من بعد از درس велосипед سوار شده میبروندم. اون وقت بریگادی تاوم بکار میکردن، تاوم حاجی امیروف، یعنی که قهرمان میان سوسیالیستی. من اینجا رسمشان است با گاگارین و یعنی کس
гагарину бо теришкова мана инҷа расмшон аст. Ман инҷа раиси колхоз мо Шариф Ҳасанов як раиси номдод ки ба 25 сол ҳамин хоҷагӣ мо ба вай буданд. Раис буданд, устоди пахта, вақти алаф тоза кардан, яъне ки хишоба мегӯӣ. Вақти хишоба баъд аксарият аъзои ҳамон хоҷагии мо бригади ҳамон модарам кор мекарданд, занҳои духтарҳо буданд. Аксарият байнашон якта ман будам, писарбача. баъд мана мегуфтанд ки суруд хон барои мо. ман байни пахтаҳо ба суруд хонда рафтан мегирифтам ва ё ҳамин ҷойи ки мана хишоба карда рафтан мегирифтам. кори худатон осон мекардед. кори мана осон мекарданд. яъне ки маҳбубияти санъат. бинед ки ҳамоно ба ҷои ман меҳнат мекардан мегуфтанд ки ту суруд хон. ин маҳбубияти санъат. ин боз ҳамин ишқу ҳаваси ҳамина боз дили ман ба зиёдтар кард. ҳамин чи. шумо устод дар кӯҳистони Мачуд таваллуд шуда баъд ба онҷа муҳоҷир шудед? соли ман 3 октябри соли 1951 дар деҳаи Мадрушкат таваллуд шудагӣ. баъд соли 1956 моро муҳоҷир кардан ба Масҷидшоҳи Нав. заминои дилварзӣ. заминои дилварзӣ. ман синфи 1 онҷа сар кардам хондана. синфи 1 то синфи 10 онҷа хонда тамом кардам. яъне ки шароит беҳад вазнин буд. хайне ки бо пахта баромда кор мекардам ман. ман дафтарчии меҳнатим аз соли 1964. он вақт ман 13 сола будам. яъне ки баромда дар саҳро модарам ба ёрдам мекардам. баъди нисфи рӯзӣ бо охири сол ҳам мо ба маош медоданд гӯё ки ним маош. боз охири сол агар 40 сентиметр пахта супорда бошад давлат ба шумо бо 5 сӯми ҳар як сӯматон бо пул медод. пули калон медод. хай мо аз ҳамин хурдӣ гӯё ки ҳамин меҳнат ба обу тоб ёфта дар дуруни пахтазор саҳро ба калон шудем. баъд синфи 10 тамом кардему. ман асосан дар дилам санъаткор шудан он вақт набуд. ман мехостам ки шарқшинос шавам. яке суруд мехондам, чӣ мекардам. баъд омадам университет шарқшиносӣ. мумкин ба шуморо маълум бошад, ҳамин факултаи шарқшиносӣ одам бисёр беҳад талаботаш калон буд, лекин ҳамагӣ 25 нафар қабул мекард. ҳамагӣ 25 нафар. баъд ман якум имтиҳонро супурдам. 4 аз забон адабиёт. иншо супурдам 3. баъд вақте ки навбати таърих шуд, баъд муаллими таърих мо акун номашон аз хотирам биромад. гуфтанд ки писарам, ин баҳои гирифтагии ту қатъи гузашта намешавад. ту инҷа биё ҳам пули додота инҷа хӯрда нагарду. ман як 2 мемонам ту баромда раф. мо хафа нашавем. ман гуфтам ту раву моҳи октябр омада агар бисёр агар ҳавасат дар ҳамин шарқшиносӣ бошад, ту курси тайёрӣ курси тайёрӣ ки хонди ту ҳатман дохил мешӣ. гуфта. баъд хай маслиҳати хуб аст. гуфтам устод ман розӣ. баъд ҷудо гирифтем рафтем мактаб. баъд мана гуфтанд ки малами синфи 1 муаллим надорад.
بیام صنف یک گرو درس ده. بعد رفته غایبانه داخل شد. گفتم و ما معلم صنف یک شدیم. صنف یک شدیم. اکو اساسا این پدرم منو بای کردن. کمتر همین راه با دلم گرم کردن. گفتن که بچه‌ام اگر همین زبان ادبیات داخل شوی 3 کورس خوانی اگر تو را یکم کورسی اونجا با قبول میکنه. بعد زبان ادبیات داخل شدیم. بعد برای من یک تار خریدن. پول دادن که رفته یک تار گیر. همین پدر ملکه صابر و در همین زیلانی بازار اون وقت چیز بود یک دکان داشت تار میفروخت. اسباب موسیقی میفروخت. تارهای آذربایجانی. من همون پول گرفته آمده یعنی که پدرم 300 سوم دادن من آمده یک تار گرفتم 250 سوم برای من دیگه از این خوشبختی زیاد نبود. تار من دیگه شبم خواب نمی رفتم تار برای یادگیرم گفته همین کتاب میکشودم سرود ایاد میکردم. بعد خیلی ذهنم تیز بود که همین استاد جوربیک اگر در همین رادیو یک سرود میخوندن من حتما روزی دیگر برای کارکنای خواجگی قشلاق وای بود یک برنامه بود یعنی که سرودهای موفقی طلب الکی دو بار گوش میکردم یا 3 بار همون سرود از یاد میکردم. بعد هم معلم مکتبی میانه صنف 1 هم راهبر کرژوکی خودفعالیتی همون مکتب. باز خانه مدنیت ناحیه من گفتن که اون وقت رستمبیک باتورов همونجا کار میکرد. خانه مدنیت با من دعوت کردن که اومده اینجا هم نیم ستافکه یعنی که کار کنید. دیگه پول کلان شد. مکتب 1 راهبری بدهی چی میکرد کرژوک خودفعالیتی 2 و خانه مدنیت 3 بعد 2 سال کار کردیم 3 سال کار کردیم. بعد سبب من اکنون از غایبانه به روزانه گذشتنم. بعد معلم ها میگفتن که همین تو حالی زن نداری آیله دار نشدی تو به چی در کار همین غایبانه خواندن؟ این غایبانه برای آدمای برای مردکایی که اینا یعنی که آیله دار هستن. تو رفته روزانه خواند گفتن. چند بار گفتن این گپایو. بعد من که اکنون همون و خانه مدنیت به که کار میکردم یک روز یک کنسرت به اون وقت خانه مدنیت برای گوجوش و برای پختکارا همون سری زمین رفته با برنامه فرهنگی ها یک روز همون کنسرت رفتم که مکتب مجلس بود است. مجلس بعد دیرکتوری مکتب ما غفران افتادن همین کمونیستی متین بودن اون کس یک آدمی معلم تاریخ بودن معلم تاریخ مو بودن. بعد میگویند که یک گوجانده این حافظ در گوجه مرادبک در گوجه من میگم مرادبک نیست خیلی مجلس میگذرد من پگاش درس میبیم در خانه معلم اداری معلم اکن بعدی درس جمعشم کن یک جا منو محاکمه کردن تو همه استادای خودم واقعی درس دادم که من صنف 1 تا 10 چرا دین مجلس به نبودی؟ من گفتم که من دین همه خیلی شد اونجا من کار میکنم من برای همین نشد. شد تمام پولی تو رو نمیتید وای دیگه دیرکتور نمیده تا دیرکتور رو نبینی دیرکتور پلیتیه اجازت نداده است برای گرفتن. تمام تو
هم یک ورقچه رو گرفتم و نوشتم که مدیر خارجگی مکتب کی بود؟ امینوف محمد رحیم. نوشتم که محمد رحیم پول مرادبک داده شود. نوشتم و پایینش با امضای دیرکتور کردم. آسونک بود من. بعد رفتم نزد مدیر خارجگی بود. در اومدم ما همون وقت کم کم ارتیست بودیم دیگه. اکتیور، ارتیست نه اکتیور. رفتم گفتم که اکای محمد رحیم همین یک دو سمپل شما زهر میکنید به متدیا آدم با. با گفت که خوبت میشد گفت. آخه مجلس به چیکار میکنه؟ گرفتم کاغذ. من بسیار جنگ کردم گفتم دیرکتور. ولی کاغذ گرفتم اما امضا رو دیدم من پول داد. گشتم اونجا معلم گفتم من پول گرفتم. در رابطه بین معلم ها هست که خبرکش. با یک تاش دیرکتور گفته است که وای رفته پولش گرفت. چه خیلی گرفت؟ همین یک امضا کرد پولش گرفت. بود که دیرکتور و مدیر خارجگی فریاد کرده سخت جمع میکنن. تو عقل داری؟ آخه که امضاش امضای من. اونه که ما خطش من نکنم. خیلی کاری کرده و اومد چشم صبح سرخ عصباش بیرون. خیلی حقارتی بسیاری من کرد. تو این خیل تو کودک تو امروز من فریب کردی و خیلی رفت دیرکتور فریاد دارد. خیلی رفتیم پیش دیرکتور. خیلی دیرکتور هم حرمت کردن جنگ کردن. بعد اومدیم بعد معلم گفت که انا نگفتم آخه رفتم روزانه خون. بعد اومدیم روزانه در من افغانی ماتماتیک سوس بودم کمتر. من یک فاکولتیت یوبا گفتم که همین ماتماتیک نداشته باشه. همین گیوگرافی بیولوژی بوده. بعد رفتیم گیوگرافی بیولوژی داخل شدیم. اینستیتوت با یک استاد ما کار میکردن اکامو غیاث محمد عابد و آدم خیلی کم بود یاردم کردن من فاکولتی با داخل کردن. بعد همون مدیر کافدر ما آچیلوف همدم غفوریش بودن و آدم بسیار صنعتکارای دوست می داشتن. خصوصا من مثل استاد جوربک مرادو خانشان بر رنگی پسرشان باری تربیت کردگی. این کسا میتودی که میخوام. بله. در اینستیتوت خوجند. اینستیتوت کیرف. ها. جوربک نبیوف. کرامت حاجی و اورنبک تام همدم همینا رو فرزند باری خانشان با همین تربیت کردگی. بعد میگویند که هم یک بچه یک استودنت آوردیم همین حافظ است بسیار آوازی نغز دارد همین یاردم کردن در کل میگویند که وای قبول کنید مدیر کافدره. همین قبول کردن استودنت. بعد گویا که یک دوری نو برای من سر شد در اینستیتوت. اینستیتوت با عجایب بود است. تمام معلم من به یک چی میگه یک محبت توجه قدی من استارستی گروه موندم راهبری گروه تعیین کردن که چون که من 3 سال معلمی کردم. بله. من در راهبری گروه موندم. دیگه معلم ها یک عزت حرمت خطی خیلی کن زاد روزاشون میریم تویاشون میریم سرود میخونیم. همین وقتی ما 5 سال در اینستیتوت عذاب نکشیده یک براحت یعنی که اینستیتوت فرام کردیم. یعنی شما ناعیان به همین صنعت وارد شدید؟ به همین صنعت وارد شدم. از اینستیتوت من قزاقستان فرستادن و 50 سالگی کمسمال بود. منو دایره‌چی ما از دوشنبه با یک کس اتسکه کمسمال 3 کس ما رفتیم از سوالات فرامدیم قزاقستان با 50 سالگی کمسمال ما رو نون نمختی پیشواز گرفتن. یک والگی علایه ماشین علایده به شینوندن زواد میبرن فابریک میبرن بسیار ضیافت های عجایب. میریم در باغی همون چی میگه
قزاقستان نیهال شینانی دیگه برای من این یک چیکی همین چی میگه دیگر یک خودم نمیشناختم گویا که چقدر وای با بزم این من یک چی بود این سود به مسابقه بین فاکولتیت ها میشد اونجا به ما یک سرودی روسی خواندیم ما به یک چی دادن راحت کارنواری رفته 15 روز در کارنواری دم گرفتم آخه بچه خیلی این صنعت با ناز نمیبینید این صنعت یک چیز عجیب است همین محبت خلق مهربانی خلق دعای خلق همین آدم با چی یعنی که ویا نصیب میگرداند هم چی خوشی ها یعنی هم سفر و هم موسیقی همش عجیبه شد دیگه خیلی خوب و استاد سرودی اولینتون کدام است؟ سرودی مستقلانه ایجاد کردید؟ سرودی مستقلانه اولینش ایجاد کردیم دنیا غنیمت است از من خبر بگیر از گل رخسار بله و بعد این سروده هایی که مثال من مؤلفش نمیدونم من سرودی بود شدم آواره در کوها به خاک مالیده شد روی ها ندیدم راحتی دنیا شبا تا روز من عالم این سرود ها بودن یعنی که با همین سرود دنیا غنیمت است با وقتی که من فیلارمونی آمدم یعنی که همچون امتحان با همین سرود من قبول کردم هم دنیا غنیمت است و اول دگاه خواندم بعد رحم القلوف علی رضایش مرحوم بسیار انسان خوب بودن گفتن که آهنگای خودت هست گفتن گفتم هست خون یکی ببینیم چه خیلی آهنگ داری تو واسه بدخشان بودن بعد دنیا غنیمت است خواندم اون کسب بسیار معقول شد همون جوش به من همون ستاف که میکنه اگه پولی همون چیز عالی یعنی که 150 سوم این ویش کاتگوری با عالی ها 150 سوم معاش کردن و بعد گفتن که تو از همین روز در انسامبل ظفر نوزیم کار میکنی اکو من اصلا فکرم بود که من میبیام و در انسامبل استاد جوهری مرادوف کار میکنم چون که ما پیش استاد خیلی واخوردیم 1 سال پیشتر بعد خودی محمود جان واحدی و خدا رحمتی گفته بودن که مراد بیگ همین دوشنبه که اومدی و جوربک برادری من گام میزنم تو را انسامبلش گیره لیکن وقتی که من اومدم این کس همون وقت هندوستان بودیم سفر خدمتی بعد من انسامبل استاد ظفر نوزیم به کار بدر اومدیم خیلی 1-2 کنسرت رفتیم که استاد اومدن از هندوستان یکی ما حالیوان نخوردیم خب بعد گفتیم که همه خیلی یک حافظی نو اومدگی ما وی گرفتیم و انسامبل ظفر نوزیم موندیم بعد میگوین که ویا گرد انسامبل ما بگذارونید باز گرفتیم من انسامبل خودش موندن همه کارمو با استاد جوربک مرادوف سر شد خیلی خاطرات عجیب نقل کردید ولی چون ما صحبت ما در اساس عکس ها یعنی عکس و نوار صورت میگیرد هنگامی تماشای مثلا عکس های پیشین عکس های مثلا سالهای جوانی باشد یا من چند رسمی سیاسی که در نظر ما است چی پیش نظر شما میاد مثلا زیاد خاطرات بسیار عجیب نقل کردید چگونه تقای شما به مسکو رفتند یعنی رسم با گاگارین دارن همین تقای من بسیار همین ماشین هایکنی به چقه بودیم همین تکنیک با
نباشه این کس سوادی وای نداشتن، کافی نداشتن. کس رهبر خوجگی بودن؟ این کس میبینم وای با چی با مسجای نفت که اومدیم، بله. کوچیده اومدیم. بعد ماشینای پخت چینی اون کس اول مکانیزاتور بودن. اول تراکتور های میکردن. بعد همین ماشینای پخت چینی نو اومده بودن. فکرم یا یک قطاره بودن یا دو قطاره بودن. بعد این کس با اساساً این کس تربیت کردگی همین شریف حسن استاد پخته. بسیار مردی عاقل بودن، مرد خیرتمند. خیلی آسان نه در یک خواجگی کلان. خواجگی کلانترین مچه حساب میشد. خواجگی اون وقت کوی بشود میگفتن. حاضر به نام حاجی امیرف است حاضر. بعد همین آدم میگن که تو همین ماشین پخچینی رو میگیری های میکنی. همین کس ماشین پخچینی رو گرفته همون سال 90 تن پخته میتین جمع میکنن. همین برای 90 تن پخته این کس گرفتن دیپتی سویتی عالی اسیر پیشنهاد کردن. همین دیپتی سویتی عالی اسیر شده رفته با همون سال گاگارینا تیریشکوویان همین دیپتات شده بودن. بعد در کدام سیاست در مسکو وام میخورن با هم رسم میگیرن. بعد از اون قهرمان ملی سوسیالیستی میشن. خوب استاد، اکنون اگر که ما با خریطه سفرهای شما برگردیم، خوب معلوم که با سفرهای هنری همه شهر نخوی توشتون رو گشتید. خوشبختانه وقتی که ما با استاد جوهربیک مرادوف کار سر کردیم، استاد سفرشون بیشتر بیرون از حدود تاجیکستان بود. سمرقند، بخارا، تاشکند، خب بیشکک، قزاقستان، آش، الماتا. بعد سفرهای وی هم داشتیم ما همین بیرون از آسیای مرکزی، یعنی که طرفای روسیه، بلاروسیا، همین جا هم کنسرت دادیم. کنسرت دادگی بودیم. نه که سفرهای ما اساساً سر شدگیش در دور اینستیتوت خواندن. بله، او گفته گیوگراف بیولوگ که بودیم ما، آنچه که ما میخوندیم، مثال فرض کنیم که درباره فرض کنیم دولت‌های آسیای مرکزی، درباره کشورهای روسیه، درباره دولت‌های اروپایی میخوندیم، همین باید ما رفته با چشم خودمون بینیم. بله. بعد فاکولته امون چیزی ما را گروه ما را 29 نفر دانشجو را از پول دولت از خوجام برآمدیم. پاییز خطی تاشکند، الماتا، تمام روسیه کشورهاش گشته. در هر یک چی می استیم همونجا میسود. همون یک دو روز سه روز می استیم اهالی همونجا را چقدر اهالی دارد، بایگری دولت چی استحصال میکند، زبانش چیه، همینا گفت یک بار دیگر با معلم میگوید از اونش بود دیگه جو. یعنی نبود درس عیانی عملی. درس عیانی. همین لاتویا، لیتویا، استونیا، ارمنیا، آذربایجان، گروزیا با اومدیم دوشنبه، از دوشنبه بگجو خوجا. بعد دویم سفرهای من با همراهی استاد جوهربیک مرادوف که با دیگر جواب سفر کردیم. خارجی به نیو بعدی استاد که ما با انسامبل گنجینه کار در اومدیم با خارجی روی سر شد. بله. از روی اون عکسایی که هست استاد ما میبینه بخیرم شما کشورهای خیلی گوناگون سفر کردید. اون همین سفر با انسان چی میدهد با فکر شما؟ سفر میگن که تو مسافر نشوی مسلمان نمیشی. میگم این هم خیلی گپور هم هست. نه که همین دنیا رو خوردنش این وای نه، دنیا رو دیدن. جهان دیده باشه جهان خوردنه. جهان دیده باشه جهان خوردنه. وقتی که از کشورتون بیرون سفر میکنید شما
اكو البته مثال همین یک 10 روز گرد اگر همون کشورتون با به همه خوبی و به همه چیش به همه کمبودیاش با برای شما از همه عزیز همون کشورتون است. نه که وقتی اونجا میرید بعضی جهان بینی وسیع میشد. یعنی که چی همین کشوری من برای چی در اینجا همین چی هست در کشوری من نیست. مقایسه میکنید. من مثال ما ترکیه رفتیم یک وقت ترکیه رفتیم از بیرون آب بیاریم و مهمانخانه ما نموند. یکون جا این خیلی دریا نیست که دریا جاری شده رفته یک کف آب بگیره نوشه نیست. هم دریاها خدا که مانندی که محکم کرده باشن. همین مملکتی کوهستان، مملکتی زیبا، همه ارچزار، همه خیلی زیبا. یکی یکون جواب هم تو رفته خیلی در دوشنبه هم تو میرد از اون جوبار از اون چشم آب میگیرد مینوشه. این خیلی نه. از بیرون آب بیاریم ممکن نه. من میگفتم این تاجیکستان رو بینید که این دولت من بینید که آب هم تو اینجا نگاه میکنید آب شاریده رفته است. اینجا نگاه میکنید آبی چشمه این برتری هاش مثلا هسته مثلا طبیعت معامله مردم این چیزا رو میبینید مقایسه میکنید با دولت های بیرون ایران درونده. لیکن من وای سال همون وای با سفر کردم مالزیا و سنگاپور رفتم یک دولتی همه خیلی تازه آباد. من همه رو اونجا رفتم لباسم سفید بودن در همون کیسم وای بود رومالچی سفید بود. ما همراه یک رفیق ما سفر کردیم اکی عبدالستار میگن عینی زاده. من همه رومالچی سفیده همه راهی که میگردیم بود تراتوار با همه خیلی شک کردم و هم تو گرفته نشون دادم اکو بینید رومالچی سفید تا این درجه تازگی اکو. سیگارت کشیدن ممکنه در کوچه، ناز کشیدن توف کردن در کوچه ممکنه، جیوشک خویدن در کوچه اجازه نمیتید. جیوشک در آوردن اجازه نمیتید. ناز کو تماما قانونهای بسیار سخت دارد. من در دوشنبه میگذارم در دهنش پوری ناز. مثال اکنون وقتی که ما همه وقت تعریف باید نکنیم، باید کمبودی رو هم گفتن ما در کار. ما در کوچه میگذاریم دهنش پوری ناز در من کوچه رفسوده هم تو میگرد توف میکند. یا که ماشین خیلی رفسوده است اپسش رفسوده هم تو درم یک شده توف میکند زمین بر رفسوده است. این آداب نیست. وقتی که ما از سنت های پیغمبر گم میزنیم، سنت های پیغمبر اولش خواندن اقرا آداب. سنت پیغمبر فقط ریش نیست. سنت پیغمبر علمی اخلاق آداب تازگی هست. و وقتی که ما در کوچه خود ما یا در خانه یا در همین چیز همین خیلی افلاسی چی میکنیم اکا بعد ما چی خیلی میگیم ما پیروی پیغمبر. این بفکرم خوب نیست. یعنی هر یک سفر جنبه آموزشی هم دارد برای انسان. بله اکنون ما سنگاپور رو تعریف کردیم باید کمبودی خودمون رو بگویم در فرقیت چیه. بگویم که من اونجا چیه اینجا چیه با ما باید چیکار کنیم. خوب استاد صحبت تو در هم موسیقی و صنعت و هم سفر صورت میگیرد. شما در انتخاب سرود نفری هستید که طبع نازک دارید. یعنی هر چی پیش آمد گویم نمیخونید بلکه آنچه که انتخاب کرده تا حاضر سرود خواندید همش سرودهای هم معنی بلند دارند و هم با یک آهنگ خیلی خوب میسرید و در این ردیف شما سرودهای خلقی رو نیست خیلی خوب میسرید. یعنی سوال من است که
چرا همین سرودهای خلقی در همه دور و زمان به این مردم نزدیکن نگاه شما؟ چون که این چیز این صداش از گهواره میبیاد. همون چیزی که نالش هایی که ایرانی دارد یا که آذربایجانی دارد ما نداره، یا اون چی که ما داریم مثال آذربایجانی ایرانی نداره، یا که در همین خودی تاجیکستان گیریم اگر همون ناله هایی که دولتمند خالف دارد در وادی زرافشان دیگه خیلی بله. اون چی که در وادی زرافشان های مثال همون ناله ها و در کولوب بود دیگه خیلی بود در پامیر میرد بدخشان اونجا بود دیگه خیلی این چی اکو از گهواره میبیاد، یعنی که شما چی که در همون گهواره در گوشت و صدا میتید همین در معنی شما نقش میبندد، شما همون چیز از خود کنیتون آسان تر میشه. ما یک همسایه داشتیم اکو یهودی بود، بسیار انسانای خوب بودن، همین در بدر بودیم، همین کودکشه با موسیقی شش مقام خواب میکرد. برای چی مثال سوال به میان میبود که برای چی اینه که یهودی ها شش مقام رو دوست میدارن و مقامای آذربایجانی ایرانی هم همه خیلی میخونن آزاد درست میکنن. اصلا کودکش در گهواره موسیقی شش مقام موندگی برای خواب کردن یا که مقامای ایرانی مقامای آذربایجانی خطی و کودک همون وقتی کلام میشه در گوشش همون چی برای همین ما هم همین چیزای خلقی ما با از همون چی میگرد از همون گهواره سرچشمه میگرد همین چی و مطلب من اساسا اون بود که مثلا خودی شما مثلا در معرفی یا در مثلا پیشنهادی سرودهای خلقی خیلی خدمت هم کردید، یعنی چندین سرودهای شما خلق رو سر دید که پس از خواندن شما دیگر سرندان و حتی در مثلا دیگر محفل همون سرود استقلال و صدا میدهند. خیلی مثلا شما اگر ما سال 1989 وقتی که من هنرمند شایسته شدم و یک کنسرت حساباتی دادم در کاخ باربد، یکمین کنسرتی که در کاخ باربد شده است این کنسرت حساباتی من است. من بودم هست شما یک ساله بسته بله ما یک ساله بسته بودیم. خیلی چی میگرد همون وقت همین چیز پیشنهاد کردن ما بکریم چی کردیم همون وقتی که اکو ساله بستن در کار صحنه برومدن در کار همون ساله نیست یکی برومدن در کار و لباسا رو پوشیدیم ساله بستن در کار ساله خودم ساله بستم حاضرم میبینم همونا غشم میبیام برای چی ساله رو نادرست بستم خودم دیگه ساله بندی هم یک صنعت دارد و چقدر بستن در کار خیلی بستیم برومدیم. هنوز من از مسجد 12 تا عروسه که همون کرته و دربندک و رومال و جامه و محسی و کلوش و کرتش و همینش آستین و همین گرفته من خریده آوردم برای همون سویته یعنی که یکم سویتی همین مچوره یعنی که رقص آستینه در اون صحنه و پروفسیونالی من گذاشتم چون که اینا من انسامبل گنجینه که بودیم اکی زفر همه وظیفه دار کردن که بچه ها شما در انسامبل گنجینه کار میکنید هر یک شما باید که از همون دردانه های خلقی همون دیارتان آورده باید که پیشنهاد کنید خونه خیلی بچه های ایسار چی باید آوردن فولکلور ایساره من از مسجد گرفته آوردم مثال یکی همین هایه از مسجدی است همون فلکیش از مسجدی است مسجد
او ضربه که دایره خطی میرد که این آهنگ خودی من است. آهنگ خودی من هستی. همین گیج دو من همین ضرب خطی گویا که آهنگ بسته بعد دیگر رومالی سر جوره گلی گیج دونی دیگه سرودار بعد همین ضرب خطی چی میگه بسته آوردم. حاضر بینید همین جوان ها همش همین ضرب قپیدن. بله. من بچه‌ی پنجکین، بچه‌ی صنعتکارای عینی، حتی در طرفای کلوب همین چیزا یعنی که در همین بزمو میخوندم. چرا؟ من طرفای حصار میرفتم معرکه. از همه بیشتر همین سرود طلب میکردن که همین چیزای وای اون مغزر افشانی میگفتن همین چیز بیشتر خوانید گفته. این صاف چیزی همون چی میگن فولکلوری مجموعه یک هر یک ناحیه خودش موافق فولکلور داره. مثال فولکلوری عینی دیگه خیلی ما توی سید میرزا رفته بودیم همون عروس برون همون سید میرزا رو وقتی که وای کردن سید میرزا نرزیف استاد جوربختی رفتیم همون عروس بر دنسای قطیه کفشای پوپکدار قطیه اسبی سفید دیبای قطیه کرتای گلی نار قطیه این خیلی بود. بعد یارونه خیلی شد میرفت این چیزی مثال فرض کنیم عینی. پنجکین این به سمرقند و بخارا نزدیکتر است. من همون پنجکین رفتگی به همین آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گجدله خانم گجدله کنی بعد هم خیلی میرد کنی یک باید من میره یک دهی همون باید هسته وارو چی همون جا رفتیم یک مرچه رو جمع کردیم همون چی را برای اینکه من وظیفه گرفتم که من باید که همین چیزی خلقی ها رو جمع کنم. همین چیز من ثبت کرده آورده یک بوکلیت کرده من اگر شما چند بار گوش کردگی وای با همین بوکلیت کرده وای در کنسرت های حکومتی هم خواندیم اینه تا گالندیا بردیم همین چیزا یعنی که کنی من چیزای رقص های آسین هم می‌نوره برای همین چیزی که ما تحریزی کردم و روی صحنه آوردم و رقص آستین همین جامعه همین چی کردم این اساسش از سال 89 مثلا که منی نشود همین خودم برو آوردم در روی صحنه. بله بهترین. و اصلا کدام سرودها رو در سفر اجرا کردید بود که در سفر سرود اجرا کرده باشید؟ سرودهای من بیشترش در سفر اجرا شده. چون که کنسرت ها بگاهی میشد که بله من همه وقت سفر میرفتم کتابی حافظ و سیدا عبدالرحمن جامی همین کلاسیکا را بعد گلشن ادب همین چیزا رو همراه هم گرفته میبردم. بعد سحر میخیزید تو بگه اکو بکار بگو کنسرت بعد تور میگرید خیلی موسیقی نوازا هم همراه تو این شرایط هم وقت نمیشد که بعد همین سرودها رو گرفته از یاد کرده بعد میخونه. من رفتیم دلبره که شوخی قلم خوش شد سمسالی که رفتیم بعد همین آتشان وهابی اومد. آتشان وهابی این مؤلفی همین شعری وای دلبره که شوخی قلم خوش شد اومد بعد گفت که همین مراد بیگ جان گفت یک شعر تیا میخونی؟ گفته به همین دلبری که شوخی قلم خوش میاد داد. همون شب تیار کردیم موی پگه اکو کنسرت به میبیاد اکو پگه علکه موزیکانت وقتی برومدیم در همون کنسرت همین خوندیم. شوخی قلم خوش میاد بنده ابروی کجب باش میاد شب تا سحر میزی لبد نوش میاد سبزی نهی سروی کباب پوش میاد. بعد ای شاهد قدسی که کشد بند نقابم اینو من در
فرغانه بودم همونجا ایجاد کردم ای شاهدی قدسی که کشد بند نتابد و ای مرغ بیشتی که دیهد دانه و آبد همون جایی که میرد که من مثل سرودی وای مجنون به نوای آن کجاهنگ نالید و خمید راست چون چنگ از داستانی لیلی مجنونی نظامی گنجوی این آذربایجان بود. شاید همین تماشا یا منظره یا شاید موقعی که در سفر بشود همون لحظه منبع الهام میشه باشد. همین مانند همین ده چون ما درباره عکس سخن میکنیم موضوع چند خاطرم آورد همین یگان رسم میتواند که یگان دوره رو نقل کند. مثلا این رسم دوری دانشجویی من این رسم بسیار خودم عاشق همین رسم هستم. چرا؟ خوشو سیاه و موی سر بینید همون چیزی که در جوانی خودم ما داده بود همین است یکو. ولی استاد به هر صورت این تنها یک سیما است ولی گفت در سر اون است که مثلا من فکر میکنم که اون محبت شما برای بیننده شنونده میخواد جو شد که البته این عکس‌ها برای بیننده شما رو همین خیلی میشناسن. بله شما رو همین خیلی مراقب نصیب میشناسن استاد. بله هرچند که این برای شما است که مثلا یک دوره بود که شاید که دیگر خطوط خود رو دارید ولی چون مردم از همون گویم با ایجاد شما عادت کرده آمدن یعنی این سیمای شما چه خیلی است همون خیلی قبول کرده آمدن. بله و یا من به همین شکل دیدم اینه که در چشم اونها در دل اونها من به همین طور ماندگی هستم. شما در صحنه خوب البته معلوم است یک نفری هست که موقع پابرجا دارید با محصول ایجادی خود ولی بیرون از صحنه از زگاه شما خودتون چگونه انسان هستید؟ شخصا مثلا برای من شما یک انسانی با تحمل و با صبر میتوانید لیکن انگاه خودتون بیرون از صحنه شما چگونه انسان هستید؟ من بیرون از صحنه به هر خیل فرض کنیم کارهای چی مشغولم فقط صنعت نه. من شما نمیدونم چند سال شد شما قدیم یک برنامه کردیم در ساحلی دریای ورزاب اون وقت درخت‌ها همین بلندیش 1 متر بود حاضر اونجا روی دیگر اونجا نمیشناسید اونجا درخت‌ها همه خیلی بلند شدگی یک جنگل شده است که جای آفتاب نیست درخت‌ها تا 4 متر چی کشیدگی یعنی خط کشیدگی. من نیال شیرانی رو دوست می‌دارم یعنی که باغ کردنه بعد همین ساختمان خانه ساختمان به ذوق دارم. همین استاد میگفت که استاد ظفر ناظم میگفت که برای آدمیت 3 نشانه نکو فرزند و یک بنیاد خانه درختی را به حاصل پروریدن بود این 3 نشانی جاودانه. خدا به شکر فرزند خوب دارم. خب خدا به شکر عائله خوب دارم. خب دخترای خوب دارم. نبیره های خوب عبیره دارم. خب باغ کردم زیاد از 2000 بیخ من گل و درخت من برده شنوندگی کنم. یک استادی ما در همین فکلتیتی که ما میخوندیم اولین درس بود درآمده گفتن که پسرای عزیز یک درخت ارچه 2 نفر آدم از هوای تازه تامین میکنه با هوای تازه. محترم جناب عالی بینید که هر سال ممکن با تشبثی همین کس هر سال قریب چند میلیون درخت شنونده میشه. دوم نظم میبینم باغ کردن درخت شنوندن. سوم انا یک خانه بنیاد کردیم در مسجد کوهستان که همین عمر ما کوتاه هست لیکن همین منزلا اینا 200 سال 300 سال در مسجد کنه خانه هست که سنگ دیوار کرده برآمدگی خانه هست که 200 سال پیش ساختگی همین سنگ دیوار کرده برآمدگی همین خانه رو میسازید یک مسافر
میرد در میکشور میدارد یک شب سرپناه میبرد این برای شما یک چی میگد توشی اون دنیا بله درخت در سایش میشیند این یک توشی اون دنیا میوهش میخورد این یک توشی اون دنیا پسرتون اکو فرزندتون یک کاری نیک میکند یک خیر میکند همه آدم میگن که بر پدرت 1000 رحمت این توشی اون دنیا کی از این دنیا در دنیا سید که یکون چی برده است اکو همه برده دست خالی اکو بله همین کاری بیرون از من همین با وجود اینقدر استاد سرکوری که من اینقدر نمبر کردید حاضرا با ایجاد مشغول هستید البته بله چند چیزهای حاضر ثبت نکرده دارم یک کتاب برآوردیم 50 غزل خطی چاپ شده بود این حمیدخیل جمعه خدا رحمتی وی کرده بودن کتابات کرده بودن حاضر دویم کتاب ما را تیار کردیم 90 غزل خطی آهنگای خودم همینا میگم 100 تا برسونم بعد چاپ کنم اکنون همون غزل هایی که به نقشه دارم که اینا را ثبت کنم وقتی افته اینا را ثبت کردن در کارو در همین کتابات کردن در کار بعد کتاب رو میبراریم یکی آدم تا ایجاد این گم نمیشه ایجاد این چی است من استاد جوره ببینید مثال 85 رفت جان حاضرم ایجاد کردن بله برام ایجاد پیر نمیشه ایجاد همه وقت با الهام اومدن و باید باشد همین چیز یعنی برای هنرمند برای ایجادکار باید همین چیز باشد و هنرمند به این هم نمیتونه استاد بله استاد وقت شما رو زیاد نمیگیرم ما در همین ادامه نمایش ما یک سوالنامه داریم که چند سوال است شما با طور کوتاه جواب میدید استاد صبح شما از چه آغاز میشود صبح من آغاز میشد از مشق بدن بهترین 1 ساعت راه دوست داشته شما کدام است راه دوست داشته من راستی راست قولی انسان در روش گپ زدن بله از پسش نیم دروغ نگفتن کوه رو میپسندید یا صحرا رو کوه را صبح را یا شام را صبح را همه وقت صبح برای اینکه صبح آغاز است بله اگر موسیقی نبود چرا انتخاب میکردید اکنون من با که خدا همین راه یعنی که در وجودم آفریده است من دیگر انتخاب کردن نمیتونستم چون این چیز خدا داد است که خدا نتیجه نمیشه از همه عکسی عزیز در بایگانی شما کدام است از همه عکسی عزیز عکسی پدرم و مادرم سروده که از اجرای آن خسته نمیشوید دنیا غنیمت است از من خبر بگیر شنونده بهترین شما کدام است شنونده بهترین من همون آدمی است که وای معنی فهم باشد برای اینکه من با سرودی بی معنی وای ندارم یعنی که بله عکس برایتان مهمتر است یا نوار ویدیویی نوار ویدیویی خوبتر است موسیقی خلقی برای شما هر اون چیزی که من یعنی که الهام گرفتم این موسیقی خلقیه یعنی منبع الهام است مهمترین خصلت هنرمند از نگاه شما فروتنی خاکساری دروغ نگفتن راست قولی و ایجادکاری یک کلمه در مجموع برای توصیف زندگی شما کدام کلمه بوده میتواند خدا منو محتاجی نامرد نکنه
خوب استاد، یک صحبت خیلی خوبی هم داشتیم وقتی شما رو گرفتیم، ولی یگان سوال انتظاری داشتید که از جانب ما نشد. من درباره همین حافظه که نه بله صدای خوش دارن لیکن آهنگای خودشون ندارن، آهنگای تیاره میگیرن میخونن از دیگر شخصا، میگیرن میخونن اقلا همون کتابه کشاینا، همون سروده که فرض کنیم من خوندم، ظفر ناظم خوندن، فرض کنیم که همون دیگه حافظا خوندن، اقلا همون کتاب کشاینا همون سرود از روی کتاب از یاد کنن. یکمش که آهنگ خطا میخونن، در برابر این میگیرن متنی همون غزل خطا میخونن. پیشتر بود همین خیلی یک عالما بودن که همون حافظایی که سرود و غزل ها را خطا میخواندن اونها را زیر شکنجه تنقید قرار میدادن. حاضر نیستن. حاضر کی خیلی خواهد میخواند چی میگوید این اگه حاضر پیشتر فقط تلویزیون بود، حاضر من تلفن ها برآمد، همین یوتیوب میکشوید، همین قطار حافظا برآمدن و شعری کیره میخواند و شعر معنی دارد ندارد و شعر و از صاحب آهنگش خبر دارد ندارد، همین خیلی چیزا. یعنی هرچند که امکانیت وسیع شد باز همین با زیاد شدن امکانیت با میخواد کمبودی ها سرزن میزنن. بله درست است. و میخواستیم که همین برای در آخری صحبت یک دو مصرع دوست خودتون برای بینندگان با صدای مرغولادارتان شنوند. دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادن، دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادن، واندر آن ظلمت شب آبی حیاتم دادن، واندر آن ظلمت شب آبی حیاتم دادن. چه مبارک سحره بود و چه فرخنده شبه، آن شبی قدر که تازه براتم دادن، بعد از این روی منو آینه وصفی جمال، واندر آن ظلمت شب جلوه ذاتم دادن. بهترین استاد، سلامت باشید. موسیقی دلها رو به هم می‌آورد و سرود اصیل همیشه در دل مردم است. سفر یک هنرمند تا آن دم ادامه می‌یابد که سرودهایش در دل مردم باشند، همیشه سیر شنونده و سیر تماشاچی باشد. و دوستان عزیز، در صحبت امروز ما بودند نورپیشه خلقی تاجیکستان، سراننده محبوب استاد مرادبک نصیرالدینوف. و استاد به شما برای هنر، برای صمیمیت، برای صداقت به هنر و صنعت تشکر زیاد میگوییم. در همینجا شماره 90 از سلسله سفر گفته ها به انجام میرسد و نمایش‌های دیگری تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی ادامه دارند. تو بازدید.